روز بخیر. نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 25 ایول است و سرخط بعضی از موضوعها. اداره معارف سوخت میگوید که با کمک مالی عربستان سعودی در این ولایت 8 مکتب میانه بنیاد می شود. بعد فروپاشی حکم دهشت افکنان زنان عراقی با روی کشاده به کوچه های مفصل برمیگردند. در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشتبار بود، خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس ها شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر سطر می بود. و چرا بعضی ساکنان تاجیکستان تلفن های موبیل و شبکه های اجتماعی را سبب برهم زدن نظم و ثبات عائله هایشان می دانند؟ گپ میزد تو نیست پیشوا و دیر میبومد. من راستی گپ اهمیت نمیدادم که خیلی من میفهمیدم چی استاد میکردم تلفن زنگ میزد دیگر خیلی میشدم. مقامات معارف ولایت سوخت میگویند طرح ساختمان مکاتب نو از سوی عربستان سعودی نهایی شده است. تایید خبر سرمایه گذاری سعودی در بنیاد مکتب های شمال تاجیکستان در حالی است که قبلا ریاض احتمال بنیاد دانشگاه اسلامی در دوشنبه و یک مدرسه در ولایت مختار بدخشان را رد کرده بود. عبدالله اشورف گزارش میدهد. عربستان سعودی در منطقه شمال تاجیکستان 8 مکتب میانه خواهد ساخت. عاصم کریمزاده مدیر معارف ولایت سوخت روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی در این باره خبر داد. بانک رشد اسلامی بانک رشد سعودی تصمیم گرفته است که مبلغ گذاری میکند و ساختمان همین مکتب‌ها را آغاز میبخشد از سال 2018. مدیر معارف ولایت سوخت گفت طرح ساختمان مکتب‌ها از طرف عربستان سعودی با حکومت موافقه شده است و بنیاد آنها از سال آینده شروع خواهد شد. او گفت از جمله سعودی در دهه انزاب ناحیه عینی یک مکتب اینترنت، در موضع یغناب مکتب زمانوی، در دهه هزار چشمه ناحیه دیوشتیچ برای 640 طلبه مکتب، در دهه خشکت ناحیه دیوشتیچ 8 صنفخانه و در جماعت زرحلال شهر استرافشن برای 240 خواننده مکتب می سازد. کریمزاده در ادامه گفت حکومت و وزارت معارف و علم تاجیکستان برای جلب سرمایه از بانک رشد اسلامی نیز برای بنیاد 10 مکتب از جمله حدود 50 مؤسسه تعلیمی در شمال کشور کار میبرند. او افزود که سر از سال تحصیل آینده تعمیر مکتب ها کاملا از حساب دولت صورت میگیرد. از سال 2018 مبلغ جمع کنی از محترم پدر و مادران پوره من کرده شد و تمام مؤسسه های معارف شهر و ناحیه های ولایت از جانب بودجه شهر و ناحیه ها و از جانب بودجه مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت پوره پرداخت کرده می شود. طبق قرار وزارت معارف مبلغی را که والدان موظف بودند همه ساله برای تعمیر مکتب ها جدا کنند اکنون باید مقامات محلی بپردازند. جمع آوری مبلغ برای تعمیر مکتب ها در فصل تابستان همیشه مایه شکایت و ناراحتی والدان بود. آنها میگویند پول ستانی در مکتب ها اکثرا از حساب شکمی بچه هایشان انجام می شود. ساکنان یک دهه قرغیزی مشروبات الکلی را با بولدوزر محو نمودند تا مردم را از میزدگی دور کنند. در این باره بعد از چند دقیقه گزارش می دهیم. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یک آسیب دیده سیل در ناحیه رشت برای اعتراض به عملکرد مقامات ناحیه 10 روز را در حبس سپری کرد. به قول خویشاوندان حکمت الله مردان خوجاєв او در یک جمع رسمی مربوط به رفع عاقبت‌های سیل ادعا کرده است که مقامات برای ریش‌تراشی و حجابگیری پول و فرصت دارند ولی برای کمک به آنها وقت نمی‌یابند. یک منبع در دادگاه ناحیه رشت به رادیو آزادی گفت مردان خوجاєв به میده افباشی متهم بوده است. این ساکن 30 ساله شهرک غرم امروز بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی آزاد گردید. بر اثر سیل روز 4 ایول در دره بیدکی ناحیه رشت 26 خانه آسیب دیده، 7 منزل کاملا غیر قابل استفاده شد.
با فروپاشی حکومتی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در شهر مفصل زنان عراقی اکنون به زندگی آسایشته و منزل‌هایشان برمیگردند. به فرق از 3 سال اخیر آنها اکنون نه با لباس سیاه و برقه و چهره پوشیده بلکه با پیراهن و روسری‌های رنگه در کوچه و بازارها آزادانه قدم می‌زنند. روزگار تغییر کرده زنان مفصل را در گزارش نوبتی تماشا می‌کنیم. در کوچه‌های موصل هنوز هم حضور سربازان ارتش عراق مشاهده می شود و احیای بناها و زیربناهای خراب شده مخصوصا در قسمت تاریخی این شهر فرصتی بیشتر می خواهد. اما آزادی که شکست گروه تندرو دولت اسلامی به زنان موصل آورد برای بسیاری ها ارزش بلند دارد. در دوره حکمرانی گروه دولت اسلامی آزادی ما خیلی محدود بود. ما نمی توانستیم مستقلانه کاری را انجام دهیم. اگر از خانه بیرون می شدیم باید تمام لباسم سیاه می بود. در روی نقاب، دستا زیر دستکش و عموما تمام اعضای بدن می بایست زیر سطر باشد. اصلا هیچ آزادی نداشتیم. الحمدلله حالا خوبتر شده است. 3 سال پیش وقتی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی شهر موصل را اشغال کرد، زنان از شرکت در حیات اجتماعی محروم شدند. زنهای پیرو دینهای غیر اسلامی به کنیزک‌های سلاح به دستان تبدیل یافتند و شمار زیادی از آنها مورد تجاوز جنسی و تحقیر و اذیت قرار گرفتند. در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشتبار بود. خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس و شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر سطر می بود. محدودیت های دیگر هم جای داشت. در حالی که گروهی دهشتزا در موصل شکست خورده است ولی مقاومت را در بعضی گوشه های عراق و سوریه ادامه می دهد. احتمال از همین سبب بعضی زنان حالا هم از دوربین خبرنگاران خوف دارند. رفت و آمد زنان کاملا زیر نظارت بود. اکثرا اعضای گروه دولت اسلامی به دکان‌ها در آمده زنان را پیش می‌کردند. آنها می‌گفتند که یا نقاب ندارید یا نقابتان کوتاه است یا دستکش ندارید یا رویتان را رنگ و بار کردید یا پایتان جوراب ندارد و غیره. در این حال زنان از خریدن چیز پرهیز نموده دکان‌ها را ترک می‌کردند. حاضر ما از این وبا یا خود سرطان رها شدیم. زنان می‌توانند بدون خوف بیرون برآیند. پیش از جنگ اهالی موصل بیش از 3 میلیون نفر بود. در دوره حکمرانی گروه تندرو دولت اسلامی صدها هزار از خانه‌های خود فرار کردند و حالا هم نمی‌توانند به زادگاه‌هایشان برگردند. اما به قول ساکنان این شهر جنگ زده، در حالی که زنان آزاد در فکر روزگاری معمولی شدند، احیای نظم و ثبات هم به واقعیت تبدیل خواهد یافت. برنامه را ادامه میدیم. طبق امور رسمی در تاجیکستان هر نیکای هشتم با از همپوشی اویله انجام می‌یابد. تعدادی از این خانواده‌های ناکام تلفن‌های موبیلی و شبکه‌های اجتماعی را همچون دلیل طلاق پیش می‌آورند که سبب نوباوری میان زن و شوهر شده است. ولی جامعه شناسان میگویند فناوری‌های جدید تنها وسیله معاشرت است. در اصل ریشه نااستواری اویله‌ها از دیگر جا آب می‌خورد. یک زنگ تلفنی در نیمه شب باعث ویران شدن زندگی خانوادگی این اوستای ماشین با همسرش شد. بعد 5 سال زندگی مشترک، خانواده این دو جوان اکنون در حال از همپاشی قرار دارد. 3 فرزند هم نتوانست تصمیمی از هم جدا شدن او و همسرش را بگیرد. دادگاه برای آشتی شدن طرفها وقت داده است، اما وی میگوید همسرش با او خیانت کرد و او خیانت را نمیبخشد. یک شبم خیلی زنگ اومد. خیلی اونشو گفتم که گفت کورچم یش پلاق ما زدم ایرو یش پلاق دیگه گفت ما زندگی نمیکنم. این اوستای ماشین 35 سال دارد. همسرش معلمه است. با قول او زندگی آنها تا چند ماه پیش خوب بود و او با زنگ‌های تلفنی همسرش هم کاردار نبود، زیرا با همسرش هیچ شک و شبهه‌ای نداشته است. اما بعد یک زنگ شبهه‌آمیز مناسبت او با همسرش دیگر شد و نسبت به اویله شک کرد. در روز فقط امیر خیلی خانم دارم و خیلی نمی‌سری تلفن رو درم ساید میشه 10 بار پرزیدنت خیلی زنک دیدی ممکن نیست خیلی ای کار نکو در کار نیست اتدامی که می کردش مثال و خیلی میگه قانون مرد زار یه گاهی خیلی کارکن دولتی میکنم خیلی قدی دیگه خیلی شدرف
برعکس این اوستای موشین، زبونیسا سفرова یک ساکن ناحیه یاوان میگوید صحبت‌های طولانی همسرش با زن‌های بیگانه رشک او را بیدار کرد و در نهایت باوریش از او کنده شد و از هم جدا شدند. پانوی اول تلفن پانوی بسیار پانوی در تلفن میکرد. در ماشین میشید گپ میزد تا نیست پیشوا و دیر میبیومد. من راستی گپ اهمیت نمیدادم که خیلی من میفهمیدم چی استفاده میکردم تلفن زنگ میزد دیگر خیلی میشید. در جامعه تاجیکستان اگر چند سال پیش مناسبت خوشدامن و وضع اجتماعی باعثی از همپاشی عائله‌ها میشد، اکنون دادگاه‌ها بیشتر درباره خیانتکاری جفت‌های جوان عریضه شکایتی میگیرند. مسئولین اداره ثبت اسناد شهروندی ناحیه اسماعیلی سامانی میگویند تنها در اول ماه ایول اگر 5 عقد نکاح بسته شده باشد ولی بیش از 20 عریضه برای بیکار کردن عقد نکاح وارد شده است. بعضی ساکنان تاجیکستان میگویند که تلفن موبیل، SMS و دیگر پیامرسان‌ها باعث جنجال در خانواده‌ها شده است. که همین جداشوی عائله عجیبی همین تلفنایی برای که خاکن همو صاحب هم دختره یا که صاحب هم فرزند همین تلفن در دست هم چی در کره ما 6 سال میشه زندگی میکنیم تلفن دیدگی نیست. برای چی بلنده خیلی تلفن یک عائله ویران کنی. معمولاً عائله‌ها در تاجیکستان زیاد آموخته نمی‌شوند و عصر نو با تمام دستورهای خود باعث برخورد باورهای نو و کهنه گشته است. گروه می‌خواهند با زمانه برابر زندگیشان را به راه مانند و گروه دیگر نمی‌خواهند که از باورهای عصر گذشته بیرون آیند. اگر در تاجیکستان بعضی‌ها در بدبختی‌هایشان تلفن‌های موبیلی را عیبدار می‌کنند، در برخی از روستاهای قرقیزستان باشد عرق و شراب به عنوان گناهکاری اساسی در بداخلاقی و جنایتکاری نام برده می‌شود. یک حادثه فاجعه‌بار در جنوب قرقیزستان که با مرگ انسان انجامید باعث شد که ساکنان محلی بر ضد شراب نوشی و فروش مشروبات الکلی مبارزه را آغاز کنند. چنانچه این موضوع در گزارش نوبتی ما. در دهه جپلک قرقیزستان صدها شیشه عرق و نوشاکی‌های دیگر اسپریتی را نابود کردند. ساکنان از مغازه ده تمام مشروبات الکلی را خریده به پرتابگاه بردند. برای پوره نابود کردن شیشه ها حتی از بولدوزر استفاده شد. مردم این دهه با این وسیله می‌خواهند که با بدمستی مبارزه کرده معیارهای اسلامی را رعایت کنند. برای خریداری تمام مشروبات الکلی از مغازه ساکنان محلی تقریباً $4000 جمع کردند. فروش همه گونه مشروبات الکلی در نقطه‌های سودای دهه جپلک منع کرده شد. تاجرانی که این قاعده را رعایت نمی‌کنند حدود $150 جریمه می‌شوند. این قرار از سوی ساکنان دهه در یک مجلس محلی گرفته شد. روحانیان منطقه از این اقدام پشتیبانی نموده دعوت کردند که دیگران نیز از استعمال مشروبات الکلی پرهیز کنند. ما آماده ایم که در یک جایگی بر ضد استعمال عرق مبارزه بریم. این گناه بزرگ است. ما همچنین راه اندازی جریمه را برای فروش این نوع مشروبات دستگیری میکنیم. فکر میکنم که کسی مخالف نخواهد بود. ما باید به مغازه‌هایی که عرق سودا میکنند نداریم. اگر ما تنها از آنجا خوراکواری بخریم خود آنها از فروش عرق دست میکشند. هر جایی که عرق است آنجا بداخلاقی و بی‌فرهنگی است. طور خود شما میدانید این سال را پرزیدنت سال فرهنگ و اخلاق اعلان کرد. با چنین اقدام قطعی مردم دهه جپلک برای مبارزه به امان با مشروبات الکلی یک حادثه فاجعه بار سبب شد. یک ساکن دهه در حالت مستی همسرش را به قتل رساند. به باور فعالان دهه منع فروش مشروبات الکلی نه تنها میزان جنایتکاری را کاهش می‌دهد بلکه جوانان را متحد می‌سازد. ما باید درباره آینده فکر کنیم. عرق خوری فایده ندارد. برای همین هم ما از این تصمیم پشتیبانی میکنیم. این اولین اقدام محدودیت فروش مشروبات الکلی در قرقیزستان نیست. در گذشته ساکنان دیگر ولایت‌ها نیز از چنین اقدام کار گرفته در برخی از روستاهای کشور تا به حال عرق و آب جو خرید و فروش نمی شود.
و با همین 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. اما شما میتوانید با وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی و خدا نگهداری هر یکشون.